سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به چنل مهدی دایر. تو این ویدیو قرار بریم یکی از پک‌های خفن بازی رو باز کنیم. این ویدیو رو حتما لایک کن، چنل هم اگه دوست داشتی ساب کن. بریم و داشته باشیم یه ویدیوی بسیار خفن. خب بچه ها، وارد بخش پک‌ها شدیم. میبینیم پک‌های زیادی داره بازی، ولی یکی ما فقط یه دونش رو میتونیم بخریم. اینا هست این پک‌های لباس که واقعا به درد نمیخوره. پک اینتر خوبه، پک میلان هم از بد نیست. من خودم طرفدار یونایتدم و میخوام پک یونایتد رو بخرم. میدونم پک های بهتری هم تو بازی هست مثل پک آرسنال یا بایر مونیخ، ولی خب من از بچگی طرفدار یونایتد بودم و با اجازه شما خریدمش. خب اینجا بازیکن ها رو داره یکی یکی میده. مربی رو گرفتیم. کاسمیرو رو میخواد انیمیشن ورود نشون بده که حوصله نداریم و تایم ویدیو زیاد میشه. همه رو یه ضرب میگیریم. برونو، لیساندرو مارتینز، میسون ماونت، رشفورد، واران، اونانا، اریکسن، هویلوند، وامبیساکا و لیندلوف. این تمام بازیکنهای پک بودن به اضافه مربی. شما میتونید با دادن 1500 تا کوین ناقابل همشون رو بخرید. خب حالا بریم که ارتقاشون بدیم، ببینیم که قدرتشون چند میشه و آمارشون چجوریه و اینا. من خودم تا حالا پک باز نکردم، اولین باره. اصلا قبلا فکر نمی‌کردم بهش، فکر می‌کردم هر کی کوین جمع میکنه پول میده و میخره، هیچی نمیتونه جمع کنه. ولی خب فهمیدم نه، اینجوری نیست. از کاسمیرو شروع کنیم که بکنم قوی ترین بازیکن پک بود. یه جا دیدم 99 میشه و باید کاسمیرو رو پیداش کنیم که اینجاست و بعد ارتقاش بدیم که فکر میکنم 96 میشه. بعد 96 شد. خب این قدرت ها و آمارش که میتونید ببینید. فکر نمی کنم شما بخواید پک یونایتد رو بخرید، ولی خب ضرر نداره. ببینید بازیکن بسیار خوبیه، یه بازیکن با افتخار و با تجربه، کارلوس کاسمیرو. خب برای نفر بعدی میریم سراغ واران که اونم نفر دوم قوی پکه که 98 میشه. ارتقاش میدیم که ببینیم چی میشه. بعد 95 میشه، تو ترکیب 3 تا بهش اضافه میشه و میشه 98. این هم آمارشه که میتونید ببینید و لذتش رو ببرید. خب این هم از این. حالا برای نفر بعد بریم سراغ رشفورد که این فصل یکم افت کرده، ولی خب خیلی دوستش دارم، لباسش هم دارم و بریم ارتقاش هم بدیم و ببینیم که چند میشه. فکر میکنم 97 میشه. بعد 94 شد، تو ترکیب 3 تا بهش اضافه میشه و 97 میشه. اینم آمار برگریزونش با کینگ پاور 94 که از دروازه خودتونم شوت بزنید گل میشه. خب برای نفر بعد کیو ارتقا بدیم؟ وامبیساکا به نظر من خوبه. اونایی که بازی های یونایتد رو میبینن میدونن که وامبیساکا استاد تکل زدنه و خیلی عالیه. تو دفاع راست به نظرم جز بهترین مثلا. البته الان مصدوم شده، یکم افت کرده. اینم آمارش که تکلاش 94 بود همونطوری که گفتم و اسپید 98 که با سرعت میگ حرکت میکنه کنار خط. خب حالا بریم سراغ نفر بعد که اریکسن رو میخوام ارتقا بدم که دیگه کارت های ارتقامون هم داره تموم میشه. 2 تا دیگه مونده. اریکسن هم فکر کنم 93 میشه که تو ترکیب بله میشه 96. با این آمار پاسی که داره، پاسای کوتاه بلند، یه 97 و 8 به نظرم حقش بود. کم قدرتش واقعا. یه نظرت هم همینه، یه کامنت بذار و بگو حق اریکسن بیشتر. حالا اینجا چند نفر میبینیم.
بریم هویلند رو ارتقا بدیم که کلا 2 تا کارت ارتقا داریم، میدیم بهش، بعدش باز جمع میکنم همشون ارتقا میدم. هویلند 96 میشه، الان اینجا چون نداشتم دیگه 90 شد. منظورم کارت ارتقا بود. برنامه اینه تو گیم پلنی که میخوام برای یونایتد بچینم بازیکنای زیاد قوی رو نذارم و بازیکنایی که دوستشون دارم مثل بونوچی و بارلا، این بازیکنای اینجوری رو بذارم که شاید قدرتشون زیاد نباشه ولی خب دوستشون دارم. بریم که گیم پلن رو بچینیم. خب این ترکیب الان منه که بدک نیست، به نظرم خوبه نسبت به زمانی که بازی کردم. گیم پلن یونایتد رو از قبل آماده کردم، این بازیکن ها همشون قراره برن بیرون. ببینید دیگه چقدر یونایتد رو دوست دارم که مسی بیگ تایم 102 رو میذارم بیرون، ولی خب اونم مسی رو تو گیم پلن دیگه هم دارم باشم بازی میکنم، ولی خب این گیم پلن مسی نباید باشه دیگه، همشون بازیکن یونایتد. خب این از رشفورد بریم که بازیکن ها رو یکی یکی بیاریم داخل. البته بعضی بازیکن ها رو نمیارم مثلا اونانا چون زیاد واقعا خوب نیست و برونو هم همینطور. برونو یه نسخه بهترش رو دارم، برونو فرناندز، این نسخهش 97 میشه، اون نسخه‌ای که دارم از این بهتره و 98 فکر میکنم میشه و خیلی هم قوی تر، آمارش بهتر از این. خب لیساندرو مارتینز هم بذاریم رو نیمکت چون باستانی رو هم دوستش دارم، هم واقعا بهتره، میذاریمش رو نیمکت فعلا. خب بقیه بازیکنان میسون ماونت رو به جای کی بیاریم؟ به جای آروخو به نظرم خوب باشه بیاریم. 96 هم از آروخو. میسون ماونت 97 میشه، ارتقاش میدم میاریم. آروخو هم واقعا دوستش دارم ولی خب دیگه مجبورم چون این قراره فقط بازیکن‌های یونایتد و علاوه بازیکنایی که دوستشون دارم باشن. این لیندلوف جاش اونجا نمیذارم و برونو رو بهش میارم، اون میاره روی نیمکت. خب یه نگاه بندازیم ببینیم کسی جا نمونده. خب دیگه به نظر میرسه ترکیبمونم تکمیل شده و اینجا آنتونی رو هم دارم، میتونم بیارمش داخل از یونایتد. وینیسیوس رو به نظرم جای فیگو بذارم، بیشتر دوستش دارم. خب همینطور که میبینید دیگه ترکیبمون تکمیل شده. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، چنل رو اگه دوست داشتین ساب کنید چون کلی ویدیوی خفن تو راهه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.